اما امروز در مورد شخصی صحبت میکنیم که رسم الخط بلوچی و نحوه نوشتن اون رو واقعا از نابودی نجات داد. نویسنده اولین رمان بلوچی به اثر داستانی بلند به نام نازک که اتفاقاً همین اواخر هم سریالی تلویزیونی از شبکه PTV بولان از این رمان ساخته شده. همچنین لغتنامه معروف و جامع سیدگنج مال این مؤلف و انسان بزرگه که فیلم سینمایی حمل و مهدگنج هم نخستین فیلمنامه‌ایه که این نویسنده بزرگ به زبان بلوچی نوشته. سید ظهور شاه هاشمی در 21 آوریل 1926 میلادی در شهر بندری گوادر که از بنادر بلوچستان شرقی به حساب میاد در خانواده شیفته ادب و فرهنگ به دنیا میاد. تحصیلات ابتدایی رو این نویسنده بزرگ از پدر خودش یعنی سید محمد شاه هاشمی یاد میگیره و دوره متوسطه یا دبیرستان رو در گوادر به اتمام میرسونه. سید هاشمی در واقع از بزرگترین شاعران و نویسندگان و محققان بلوچه که به زبان‌های پارسی، اردو، انگلیسی و عربی تسلط داشت. از جمله اولین فعالیت‌های سید ظهور شاه هاشمی در اوایل شروع کار خودش رو میتونید در سال 1949 مشاهده بکنید. یعنی درست زمانی که بخش بلوچی رادیوی کراچی شروع به کار میکنه، سید ظهور شاه هاشمی سرپرستی این بخش رو بر عهده میگیره و تا سال 1954 هم در این سمت مشغول به کاره. اما خب طولی نمیکشه که این مؤلف بزرگ به سمت کارهای تحقیقاتی روی بیاره. یعنی در سال 1969 زمانی که دکتر استراسر دانشمند و زبانشناس معروف آلمانی سید ظهور رو به هندوستان دعوت میکنه، ایشون هم به کالج پونای هندوستان میره تا تحقیقات خودش رو شروع بکنه. این دو محقق بزرگ با هم تحقیقات بر روی زبان بلوچی رو شروع میکنه. زمانی که کار کمی جلو میره، دکتر انس شاکلا زبانشناس دیگر آلمانی که داخل دانشگاه پونا مشغول به کار بوده و به زبانهای سانسکریت و دیگر شاخه‌های هند و ایرانی مسلط هم بوده، به این دو محقق بزرگ ملحق میشه تا تحقیقاتشون رو با قدرت بیشتری در مورد زبان بلوچی ادامه بده. در واقع سید هاشمی هم با همکاری این دو دانشمند و چیزهایی که از اونها یاد میگیره و همچنین تحقیقاتی که با هم انجام میدن، زبانهای هند و ایرانی رو کامل یاد میگیره و خویشاوندی بین اونها رو به طور کامل درک میکنه. سید ظهور از این علم و دانش وسیع خودش در راه نوشتن کتاب‌های زیادی استفاده میکنه. اما یکی از بزرگترین کمک‌های اون به فرهنگ و ادب بلوچی نوشتن فرهنگنامه‌ای به این زبانه تا مانع فراموشی لغت‌ها و کلمه‌های بلوچی بشه. چرا که سید هاشمی در این حال که نوشتن این لغتنامه رو بر عهده میگیره، در سایر اشعار و کتاب‌های خودش هم به طور وسواس‌آمیزی از کلمات بلوچی استفاده میکنه و واژه‌هایی که در اشعار و کتب سید هاشمی مشاهده میشن کاملا مشخصه که با وسواس و توجه زیادی گلچین شدن. اما رسم الخط سید هاشمی در واقع رسم الخطیه که سید هاشمی برای نحوه نوشتن زبان بلوچی و قواعد و گرامر اون ایجاد کرد. در واقع قبل از این که سید هاشمی این کتاب رو چاپ و به انتشار برسونه، رسم الخط بلوچی تفاوت زیادی با رسم الخط فارسی نداشت و مردم بلوچ همون چیزهایی که میگفتن رو به زبان فارسی و با قواعد و گرامر زبان فارسی می نوشتن. اما سید هاشمی معتقد بود که قواعد و گرامر زبان فارسی برای نوشتن کلمات بلوچی و سخنان بلوچی کافی نیستند و تفاوت‌های بین زبان بلوچی و زبان فارسی هست. همچنین حروفی بین زبان بلوچی و زبان فارسی فرق میکنه که نیازمند اینه که یک رسم الخط جدا برای زبان بلوچی تعریف بشه. اینطور میشه که سید هاشمی با توجه به کتب قدیمی تر از خودش که از محققین و نویسندگان بلوچ به جا مونده، نهایتاً رسم الخطی رو تألیف میکنه که امروزه به عنوان رسم الخط سید هاشمی ازش اسم برده میشه و نحوهی درست برای نوشتن سخنان بلوچی به زبان بلوچی. قبل از اینکه بخوایم ادامه بدیم و بیشتر از این در مورد سید هاشمی و زندگیش بریم جلو، بهتره
یه گریز بزنیم به لغت‌های زبان بلوچی و کلمه‌های بلوچی که تا الان به فراموشی سپرده شدن و شاید کسایی که علاقه‌مند به خوندن کتب بلوچی باشن بعضی کلمات رو داخل این کتب پیدا بکنن و معنیش رو ندونن. این عزیزان میتونن نرم افزار فرهنگ لغت بلوچی که بر پایه فرهنگنامه سیدگنج که نوشته سید ظهور هاشمی هست رو از داخل گوگل پلی دانلود کنن و کلماتی که براشون ناآشناست رو سرچ کنن تا هم بتونن به خوندن خودشون ادامه بدن و هم مانع فراموشی این لغت ها بشن و هم با استفاده از این لغات در سخنان خودشون در خانه یا محل کار باعث عدم فراموشی این لغات بشن. همچنین ممکنه که این ایراد به ما گرفته بشه که چرا خود ما به زبان بلوچی ویدیو ضبط نمی کنیم و اما جا داره اینجا بگیم که زنده بودن یک زبان به صحبت کردن اون توسط یکی دو نفر نیست. یک زبان زمانی زنده است که بخش اعظمی از مردم به اون زبان صحبت کنن و امروزه خدا رو شکر مردم بلوچ این فرهنگ و این زبان رو زنده نگه داشتن. اینجا رسالت ما فهموندن و شناساندن زبان بلوچی، فرهنگ بلوچی و تاریخ مردم بلوچ به سایر ملت ها علل خصوص خود مردم بلوچه. لذا ما همچنین در ادامه قصد داریم که کتبی به زبان بلوچی رو در قالب کلیپ های کوتاه داخل کانال منتشر کنیم تا هم مردم بلوچ با رسم الخط بلوچی بیشتر آشنا بشن و نحوه خوندن و معنی کردن اون رو بهش آگاهی پیدا کنن و هم سایر ملت هایی که یک روزی بخوان زبان بلوچی رو یاد بگیرن بتونن این زبان رو به راحتی یاد بگیرن، چرا که ما داخل این کلیپ ها قصد داریم با زبان های فارسی و انگلیسی زبان بلوچی رو آموزش بدیم. اما در رابطه با آثار و کتبی که سید ظهور از خودش به جا گذاشته ما باید بگیم که متاسفانه سید ظهور نیمی از عمر زندگی خودش رو در مبارزه نفسگیر با بیماری سل گذروند. اما با این وجود 25 جلد کتاب به نظم و نثر از ایشون بر جای مونده. از جمله این کتاب ها که داخل تصویر هم مشاهده می‌کنیم رمان‌هایی به زبان بلوچی و آموزش قرآن به زبان بلوچی و همچنین لغتنامه و صرف و نحو زبان بلوچی. سرانجام سید هاشمی به واسطه بیماری که داشت بعد از سالها رنج و تب نهایتاً در 4 مارس 1978 درگذشت. اما نام نیک سید ظهور شاه هاشمی علاوه بر آثاری که از خودش به جای گذاشته به خصوص فرهنگنامه لغت و کتاب رسم الخط بلوچی همیشه در قلب و دل ملت بلوچ زنده خواهد بود. در جای اینطور گفته میشه که واجه کشید که من گم نه که منی مرگا منی چوب چوره من قومنی ایگم هست که من مردم ولی به بلوچی ها هیچ نبود. ترجمه این 4 مصرع بلوچی این میشه که سید ظهور شاه هاشمی همیشه آرزو این رو داشته که رسم الخط بلوچی رو منتشر و چاپ بکنه و همیشه میگفته که من از مرگ این ترس رو ندارم که بعد از مرگم خانوادم بدون پشت و پناه بمونن یا بچه هم بدون پدر، اما همیشه میترسیدم که من بمیرم و برای زبان بلوچی هیچ کاری نکرده باشم. اما این آرزو و خواسته سید ظهور که چاپ و انتشار رسم الخط زبان بلوچی بود در زمانی که ایشون در قید حیات بودند به وقوع نمی پیونده و چاپ و آماده شدن این رسم الخط 17 سال طول میکشه. در رابطه با میراث و قدردانی ملت بلوچ از سید هاشمی میتونیم بگیم که در سرتاسر بلوچستان مکانهایی به نام این نویسنده و محقق بزرگ بلوچ نامگذاری شده. از جمله این مکانها میتونیم به کتابخانه کتب مرجع سید ظهور شاه هاشمی در شهر کراچی و آکادمی زبان و ادبیات بلوچی سید ظهور شاه هاشمی در شهر گوادر اشاره بکنیم. همچنین در یکی از خیابان‌های اصلی شهر گوادر که زادگاه سید ظهور شاه هاشمیه در سال 14 دسامبر 2019 تندیسی از ایشون نصب میشه
که یادگار تلاش‌های این شاعر بزرگه. همچنین گفته میشه سازنده این تندیس حسن یادگارزاده هنرمند خوش‌ذوق و پرتوان شهر چابهار. همچنین عابد آزکانی شاعر معاصر بلوچ در رابطه با سید ظهور شاه هاشمی اینطور میگه که سید هاشمی یکی از آن انسان‌های بزرگی است که اگر خداوند زبان و ادب بلوچی نباشد به حق میتوان او را ناخدای ادب بلوچی نام نهاد. بهتره که مقدمه و پیشگفتاری که سید ظهور داخل کتاب رسم الخط خودش نوشته و برای ما به یادگار گذاشته رو یه خلاصه‌ای در موردش مرور کنیم. در واقع سید ظهور شاه هاشمی میگه که قصد داشته کتابی برای نوشتن و خواندن زبان بلوچی بنویسه، یعنی هم یک کتاب برای نوشتن زبان بلوچی، گرامر و صرف و نحو زبان بلوچی، و هم کتابی برای گفتار زبان بلوچی، یعنی اونچه که مردم به زبان عامیانه میگن و نحوه صحبت کردن به زبان بلوچی به سبک اسپیکینگ. اما داخل همین مقدمه اون میگه که پول رو به ناشر میده و منتظر میمونه تا کتاب چاپ بشه و یا آماده چاپ بشه. اما مدتی میگذره و هیچ خبری نمیرسه، تا اینکه سید ظهور برادر خودش رو میفرسته تا این موضوع رو پیگیری کنه و زمانی هم که اون برای پیگیری موضوع میاد متوجه میشه که ناشر میگه که پول رو دریافت کرده و برای کاتب فرستاده، اما کاتب میگه که هرگز کتاب‌ها رو دریافت نکرده و میشه اینطور گفت که به نحوی کتاب‌ها قبل از اینکه به کاتب برسن گم میشن و یا از بین میرن. اینطور میشه که این موضوع باعث میشه که بخشی که سید ظهور شاه هاشمی قرار بوده به عنوان قسمت نحوه صحبت کردن به زبان بلوچی بوده منتشر کنه گم میشه. اما داخل همین کتاب سید ظهور میگه که پول و این چیزا واقعا براش اهمیتی نداره و ناراحتی که الان داره اصلا از بابت پول نیست، بلکه اینه که دوباره آماده کردن و نوشتن همچین کاری واقعا دشواره. اما چی میشه که با اینکه کل کتاب گم شده سید ظهور موفق میشه بخش نوشتن و گرامرش رو بعداً به چاپ برسونه؟ دوا سید ظهور داخل همین مقدمه از چند نفر تشکر میکنه که در واقع ما ملت بلوچ هم واقعا به اونها مدیون است. اول همه صاحب دریاخان و عبدالنبی رمضان که طبق گفته سید ظهور کمک مالی زیادی برای نوشتن و آماده کردن این کتاب و دوم هم حاجی عبدالرب که سید ظهور اینطور میگه که این قسمت از کتاب که همکنون در دستان ملت بلوچ قرار داره و به چاپ رسیده در واقع قسمتیه که حاجی عبدالرب پیدا کرده و به دست سید ظهور رسونده، وگرنه این قسمت هم مانند قسمتی که مربوط به صحبت کردن به زبان بلوچی بود هم از دست رفته بود و ما الان اون رو هم نداشتیم. هدف ما از بیان مقدمه این کتاب هم تشکر از سید ظهور و هم پرداختن به اون چیزیه که اون واقعا در اول این کتاب میخواسته به ما بگه و ما که قصد شروع خواندن این کتاب و توضیح اون رو داریم لازم دونستیم که برای تمامی عزیزان این مطلب رو توضیح بدیم و مشخص کنیم که واقعا چه زحمت و چه مشقتی پشت این کتابه. حالا به نظر شما ما از کجا شروع کنیم و چطور این کتاب رو برای شما معرفی کنیم، یا اینکه اصلا چه کتاب‌هایی رو شما میشناسید که به زبان بلوچی نوشته شدن و از ما میخواین که اونها رو به عنوان مثال توضیح بدیم تا کم کم همه ما با نحوه نوشتن زبان بلوچی آشنا بشیم. چرا که برای مایی که به زبان بلوچی صحبت میکنیم و به رسم الخط زبان فارسی آگاهی داریم، نوشتن به زبان بلوچی کار چندان دشواری نیست، فقط کافیه که تفاوت‌ها رو در بیاریم و رعایت کنیم. اما به هر حال تا زمانی که عادت نکرده باشیم ممکنه این کار برای ما کمی دشوار. اما ویدیو رو با اثری از سید ظهور به پایان میرسونیم. بیا پدا شدکین تلارانی دلا دران کنی، گرانبهایین دوستی و مهرا پدا ارزان کنی. دور نیت منزل هزار ناز و هزار گنجین سید، همبلان زورین چو کورا دور سری روان کنی.
که در واقع به نظر این حقیر منظور سید از سرودن همچین قطعه‌ای دعوت به دوستی و اتحاد ما بوده. پس با هم بیشتر مهربون باشیم و به هم دیگه کمک کنیم.